دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز 24 خرداد ماه سال 1404 و من در مرکز شهر اصفهان در خدمت شما عزیزان هستم. همونطور که در جریان هستین، امروز روز دومی هست که کشور اسرائیل به خاک عزیز ما ایران حمله کرده و مصادف با عید قدیر خروم در کشور ایران. با وجود حملات متعدد کشور اسرائیل به کشورمون و با توجه به اینکه ما در جشن عید قدیر هستیم، مردم با وجود این مشکلات هیچ ترسی در دل خودشون راه ندادن. همه در خیابون‌ها جمع شدن، جشن عید رو گرفتن، خوشحالی میکنن و بر علیه کشور اسرائیل شعار میدن و نشون میدن که ما از هیچ کس نمیترسیم. در خدمتتون هستم، با هم میریم و در سطح شهر تاب میخوریم و شور و حال و هیجان مردم رو با هم میبینیم و به امید روزهای آزاد در ایران و در تمام جهان. مجاهد این هیدری چطور امروز به عشق شهدان و به عشق امیرالمومنین میگیم، قطعا از معرفت علامتونه. حالا که اینقدر خوشگل هیدر گفتی، حالا گوش کنار امروز تو چهارراه اصفهان، چهارراه با صفای اصفهان صدا یادگار بمونه. من دو سه تا یا علی بگیرم، چند خط از مولا بخونم و یا علی بدن خیلی مصدق نشم. اگر خسته جانی بگو یا علی، یا خیر ببینی. اگر حق پرستی بگو یا علی. روی قله تموم عالم یا حیدر، یا حیدر. حالا دست تو بیار بالا، گفت زیر پرچم جرمناس یا علی شدی، همه بگید یا علی. بهترین خاطرات زندگیم زیر ایوان با صفای
خدا جون میدی من تو خونم الهی که در دیوارتون پروفسر هرچی دشمن اوناست بهترین خاطرات زندگیم زیر ایوان داستانیه من اگر گشتم همون میگیرندش به کار
دوست دارم صدات کنم بابا علی، دوست دارم صدات کنم بابا علی. مرسی، ممنونم دوستا، خیلی ممنونم. دمدمای اذان مغربه، میخوایم همه ایمون با هم از ته دل، از سویای جانتون با تمام وجودتون میخوام بیایی فرشم مردم میگم کس من لقاتون، حدیث دارم از نامزانه کس من لقاتون، ولی کسی که وقت تعیین کنه واسه زبور نامزانه دروغه، ولی اومدن علاقه آخر زمان رو بستن تو همون روایت. من خیلی کوچیک‌تر از اون که میخوام برای شما وقت تعیین کنم و بگم علاقه نامزانه دنیا به زودی آباد میشه انشالله، دل صاحب از زمان شاد میشه انشالله، چیزی نمونده تا پیروزی. دنیا به زودی آباد میشه انشالله، به زودی آباد میشه انشالله. مغنی و کمرانی تا علی علم دارمون ما فاتح میدانی، لشکر احراری خشم پروردگاری، مصداق آیه اشداء علی الکفاری. هذا الامان نحن المنتظرون، اسمع يا صهيون نحن المنتظرون، اسمع يا صهيون نحن المنتظرون، اسمع يا صهيون. شبيان حزب الله ما شاء الله، سرزان روح الله. پیکار رسیده است به آن نقطه پایان، یک طرف لشکر ایمان، یک طرف ارتش شیطان، این طرف نور آن طرف سور، یک طرف یا حق و یا حق، یک طرف حق و لا حق. ماه میدان بیدار شود ملت و
ششم با شاخه زیتون